یک سطل آب، مقداری یخ، یک صندلی و یک دوربین روی دست برای تولید ویدیوهای کوتاه که این روزها دست به دست می شود کافی است. چالش سطل آب یخ. سال 2012 و درست زمانی که کوری گرفین برای همدردی با پیت فریتیز دوست بیمارش که آن روزها کاپیتان 29 ساله تیم بیسبال دانشگاه بوستون آمریکا بود سراغ یک سطل آب یخ رفت، کسی فکرش را هم نمی کرد که امروز ایده او اینقدر فراگیر شود. کوری میخواست به دوستانش بفهماند که بیماری پت یک سردرد یا درد عضلانی ساده نیست و او با ابتلا به ALS دیگر فاصله چندانی با مرگ ندارد. ماجرا آن بود که وقتی کوری متوجه ناتوانی عضلات دوست قدیمیش در بالا بردن حتی یک سطل آب شد، تصمیم گرفت از کسانی که پیت را میشناسند دعوت کند تا با بالا بردن سطل آب و یخ و خالی کردن آن روی سرشان با دوست زمینگیر شدهشان همراهی کنند و بیماری ناشناخته او را به دیگران هم معرفی کنند. ایده کوری خیلی زود فراگیر شد و باعث شد تا افراد زیادی با بیماری پیت آشنا شوند و کمک‌های نقدی فراوانی به بنیاد حمایت از بیماران ALS واریز شوند. از آن روز که کوری آن سطل آب و یخ را بالای سر برد 2 سال گذشت تا همین چند روز پیش که همسر پیت مراسمی ترتیب داد تا چالش سطل آب و یخ را این بار بر روی خود پیت اجرا کند. کاپیتانی که این روزها تنها دلخوشیش فرزندی است که به زودی به دنیا میاد. با این کار دوباره چالش سطل آب و یخ در شبکه‌های اجتماعی جان گرفت. بیل گیتس، جورج بوش، دیوید بکام، لیونل مسی، مارک زوکربرگ، رونالدو، جنیفر لوپز، خوزه مورینیو و خیلی های دیگر به این جنبش واکنش نشان دادند. حتی رئیس جمهور ایالات متحده هم به چالش دعوت شد، هرچند اوباما به جای ریختن سطل آب و یخ روی سرش ترجیح داد که تنها $100 به بنیاد حمایت از بیماران ALS کمک کند. I ask you, let's speed up the process. Let's work together and let's get this disease a thing of the past. Thank you. وضعیت پیت هم روز به روز وخیم‌تر می شود. قدرت تکلمش بدتر شده و حالا خیلی کند و مبهم حرف می زند. همسرش اشک می ریزد و می گوید هیچ کاری نمی تواند برای او انجام دهد. پیت یک پرستار مخصوص هم دارد که کارهای روزمره‌اش را با کمک او انجام می دهد. ایده سطل آب و یخ حالا به ایران هم رسیده است. الان چند روزه که تو ماشینم تا نه اینترنت داشته باشم نه کسی بهم دسترسی داشته باشه. بیخیلی شدم. علی کریمی، بهرام رادان، سام درخشانی، پیمان معادی، رضا عطاران، همایون شجریان و تعداد زیادی از ورزشکاران و هنرمندان ایرانی حالا درگیر آن شدند و ظاهراً برخی از آنها کمک‌های نقدیشان را به مؤسسه محک پرداخت می‌کنند. سلام، من بهرام رادانم. این آیس پاکت چالش، مرسی از اونایی که من نامینیت کردن. به محک هم 100,000 تومان کمک می‌کنیم. همینجا من پیمان معادی و نیما بهنود رو اما چند روز پیش مؤسسه محک اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد کمک‌های مردمی به ALS را نمی‌پذیرد. در آن اطلاعیه آمده بود حرکت نمادین انجام شده برای توجه به بیماران مبتلا به ALS در جغرافیا و فرهنگ دیگری طراحی و اجرا شده است که متکی بر عناصر مورد پذیرش آن حوزه بوده است و اجرای آن در فرهنگ و جغرافیای ما می‌تواند واجد تعارضات فراوانی باشد. شاید برای همین است که ایمن العلول به جای آب یک سطل خاک را روی سرش ریخته تا با این کار مردم دنیا را متوجه اتفاقات غزه کند. او یک خبرنگار فلسطینی است که روزهای سختی را در جنگ اخیر غزه گذرانده و خوب می‌داند اینجا در کشورش بیش از هر چیز خاک و خرابه مانده است. حالا این حرکت حامیان زیادی پیدا کرده و آنها به تقلید از خبرنگار فلسطینی خاک بر سرشان می‌ریزند.
اه